توی ویدیو قبلی در مورد اینکه بازی‌های ریمستر و ریمیک چه فرقی با هم دارن صحبت کردیم. این ویدیو در مورد بازی‌های ریبوت و سافت ریبوته. بازی‌های ریبوت بازی‌هایی هستن که 0 تا 100شون از نو ساخته میشه. توی بازی‌های ریبوت دنیای بازی تغییر میکنه، کاراکترها عوض میشن و حتی داستان و تایملاینی که بازی توش رخ داده میشه هم از نو ساخته میشه. از دلایلی که بازی‌ها به خاطرش ریبوت میشن میشه به این اشاره کرد که داستان اون دنیا دیگه کشش ادامه دادن نداره یا گیم پلی اون بازی دیگه با نسل جدید جور نیست. از ریبوت‌های موفق هم میشه به توم رایدر اشاره کرد که با اینکه توی سال 2013 منتشر شده ولی هنوزم ارزش بازی کردن داره. از طرف دیگه توی بازی‌های سافت ریبوت با اینکه بیشتر قسمت‌های بازی مثل گیم پلی و کاراکترها تغییر میکنن ولی داستان بازی سر جاش میمونه. برای مثال توی بازی‌های گادآفار 2018 و رگناروک با اینکه کل گیم پلی بازی تغییر کرد و کلی شخصیت جدید به بازی‌ها اضافه شد ولی گذشته کریتوس سر جاش موند و کلی اشاره هم به نسخه‌های کلاسیک گادآفار میکرد.